سلام دوستا، امید که جور و صحتمند باشین. تصمیم دارم در کنار آموزش گرامر آموزش اصطلاحات هم شروع بکنم. اصطلاحات را که امریکایی ها زیادتر در محاوره و گفتگوی روزانه استفاده میکنن. معنای دری هر اصطلاح را با یک مثال بسیار کاربردی برایتان آموزش میدم. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. امید که ویدیو برایتان مفید باشد. میریم درس شروع میکنیم. اصطلاح اول است I have my pride. معنایش است که غرورم اجازه نمیدهد این کار را بکنم. اگر این با یک بچه استفاده کنیم، یعنی بگوییم غرور او بچه اجازه نمیدهد این کار را بکند، شما میفهمید که I تغییر میخوره به he، have هم تغییر میخوره به has، my تغییر میخوره به his pride. اگر با یک دختر استفادهش کنیم I she میشه، have has است، my تغییر میخوره به her. خب با مثال دقت بکنین. He didn't apologize. او عذرخواهی نکرد because he has his pride. به خاطر که غرورش اجازه این کار را نمیداد. اصطلاح بعدی است take a vow. معنیش است که قسم بخور. خب شما میدانین که در حالت گذشته این اصطلاح take تغییر میخوره به took a vow میشه. و مثال دقت بکنین. He took a vow to never lie again. او بچه قسم خورد که دیگه هرگز دروغ نمیگوید. خب دوستا، اصطلاح بعدی است mind your tongue. mind your tongue که امریکایی‌ها معمولا به شکل mind your tongue تلفظ میکنن، یعنی وقتی بعد از دی یو باشه همیشه به شکل ج تلفظش کنیم. mind your tongue. مواظب گپ زدنت باش. خب با مثال دقت کنین. mind your tongue when you speak to your elders. مواظب گپ زدنت باش وقتی که با بزرگانتان صحبت میکنید. خب اصطلاح بعدی است God repay you. God repay you معنیش است که خدا مزدش برات بدهد. God repay you. با مثال دقت کنین. You shared your food with the poor. God repay you. تو غذایت با فقرا تقسیم کردی، خدا مزدش برات بدهد. اتو یک معنا دارم. خب میریم به اصطلاح بعدی. اصطلاح بعدی است I don't get you. خب دوستا بعد از تی اگر یو باشه به شکل چ میشه تلفظش کنیم. I don't get you یعنی منظورت نمیفهمم. خب اگر بگوییم که منظور او بچه را نمیفهمم میشه بگوییم که I don't get him. اگر بگویم منظور او دختر را نمیفهمم یو تغییر میخوره به her. I don't get her. خب با مثال دقت کنین. I don't get you. What are you trying to say. یعنی منظورت نمیفهم، چی میخوایی که بگویی. اصطلاح آخری است don't be long معنیش میشه که وقت تلف نکن یا زود باش. خب با مثال دقت کنین. go and buy the tickets but don't be long. برو تکتا را بخر اما وقت تلف نکنی، یعنی زود باشی، یعنی زودی کار انجام بدی. go and buy the tickets but don't be long. خب دوستا، رسیدیم به مرحله اخیر ویدیو. اگر این ویدیو برایتان مفید بود ویدیو را لایک بکنین و شما از این 6 اصطلاح 2 تاش در جمله استفاده بکنین و در کامنت به ما بنویسین تا ما ببینم که شما چگونه اصطلاحات در از جملات میتونین استفاده بکنین. تا ویدیوی بعدی شما را بالای یکتا می سپارم. الله نگهدارتان.